صبح روز تولدم بیدار شدم و با اینکه قرار بود یه جای قشنگ بریم، ولی همسرم ترجیح داد که هدیه‌مو همین که چشممو باز میکنم به من بده و هدیه‌ام چیزی نیست جز میکروفونی که میخواستم و خصاصت به خرج میدادم و نمیخریدم. اینجام گذاشتم که شارژ بشه و استفاده کنم. خب یادم نیست که از چی خیلی تعجب کرده بودم و تو فکر بودم، ولی بریم سر موضوع صحبتمون امروز. یکی از موضوعاتی که خیلی بهش فکر میکنم همین موضوع هستش که صبح امروزم پیش اومد. اینکه مثلا همسرم میتونست هدیه‌شو نگه داره برای اینکه وقتی رفتیم این جای قشنگ، وقتی آدمای دیگه هم بودن، پیش همه اینو به من بده، یا حالا اون لحظه ای که برای جشن دور هم جمع شدیم برای اون لحظه نگه می داشت. ولی اون ترجیح داشت که صبح زود بدون اینکه هیچ کدوممون صورتامون رو شسته باشیم، لباس آنچنانی تنمون باشه و اون هدیه رو به من بده و منو هرچی زودتر خوشحالتر بکنه و براش مهم نیست که حالا وقتی رفتیم بیرون با دوستان و هرچی اون مثلا هدیه نداشتی که پیش همه به من بده. اینجا سعی میکنم به شما نشون بدم که چی استفاده میکنم. برند لانکوم هستش و اطلاعات دیگه ای ندارم. راستش از لحاظ آرایش کردن و اینا فکر نمی کنم از من بخواین یاد بگیرین، چون خودم خیلی بیسیک و چیز آنچنانی ندارم. اگه دوست داشتین یه چیزی صورتم زدم که شما خوشتون اومد به من بگین، حتما میگم چی هستش، ولی چون میدونم که خودم همچین اکسپرتایز ندارم در این موضوع، خیلی راجع به موضوع حرف نمیزنم. برگردیم سر موضوع خودمون. این موضوع برای من همیشه جالب هستش که وقتی ما یه کاری میکنیم چند درصدش به طور ناخودآگاه برای تأثیر روی دیگران هستش و چند درصدش واقعا برای کاری هستش که انجام میدیم. مثلا زمانایی که ما هدیه میخریم، آیا واقعا تنها هدفمون و تنها تمرکزمون شخصی هستش که براش هدیه میگیریم، یا شروع میکنیم به تصور کردن که چه آدمایی اونجا خواهند بود، چه هدیه‌ای اون طرف قرار دریافت بکنه، خیلی تأسف بارتر از اون طرف به ما چه هدیه‌ای داده و این موضوعات. و من فکر میکنم که هممون دوچار این موضوع میشیم. من از خودم شروع میکنم که من خودم درگیر این افکار میشم. خوشحالیم اینه که بهش آگاهی دارم و خیلی وقتا که این اتفاق برام میفته خیلی برای خودم ناراحت میشم که نتونستم اونقدر قوی باشم که وقتی کاری میکنم 100% هدفم برای همون کار باشه، هدیه‌ای که میگیرم فقط 100% تمرکزم روی این باشه که اون طرف ازش خوشش بیاد. این اتفاق باعث میشه که یه بار هدیه بسیار گرانقدر بخری چون میدونه که ازش خوشش میاد. دفعه بعد میشه یه هدیه‌ای که شاید خیلی هم ارزش مادی نداره ولی میدونه که ازش خوشش میاد. و این موضوعات. آرایش منم داره تموم میشه و اینکه صورت من اینقدر پوستم صاف نیست توی ویدیو اینجور افتاده. تصمیم گرفتیم بریم جایی که حال هوای خارج از شهر رو داره ولی خیلی نزدیک به مرکز شهر. امروز تصمیم گرفتیم که بیایم اینجا دوتایی با هم اول جشن بگیریم. تنها تصمیمی که زودتر گرفته بودیم این بود که هر دومون کار نکنیم روز تولد من و اینکه قراره چه کاری انجام بدیم. خب اونو امروز تصمیم گرفتیم. اینجا مکانش خیلی مکان جذابیه، خوراکش خوب بودن، مرغش خیلی کم بودن البته، ولی در کل خیلی چسبید. اینجا من دارم میکروفونم رو تست میکنم که البته تنظیماتش درست نیست. این هم یه فضای دیگه از کافه رستورانی که رفته بودیم. تصمیممون اول این بود که دوتایی با هم کل روز و 2 نفره جشن بگیریم، ولی بعدش تصمیممون عوض شد. من در کل آدم دقیقه 90 هستم و برنامه‌ای که از خیلی وقت پیش ست میشه خوشم نمیاد و دوست دارم خود روز که برسه برنامه چیده بشه و روز تولدم هم یه همچین اتفاقی افتاد. وقتی رسیدم خونه دیدم خواهرم سورپرایز کرده و تو خونه هم یه سرمونی داشتیم.